سلام. تا حالا این جملات به گوشتون خورده؟ من با اینکه در شبانه روز بیش از 10 ساعت میخوابم اما بازم خوابم میاد. با اینکه شبا کم نمیخوابم اما همش در طول روز خستم. نمیتونم اونجوری که میخوام به کارم برسم. اینجا خواب نابه و من مریم شریفی قصد دارم امروز در مورد پرخوابی یا هایپرسومنیا باهاتون صحبت کنم. هایپرسومنیا یا پرخوابی نوعی اختلال خوابه که در اون فرد بیش از 9 ساعت در طول شب میخوابه و در زمان بیداریش هم احساس خستگی و خواب‌آلودگی داره. تحقیقات نشون دادن که حدود 10 الی 15% افراد جامعه بدون اینکه حتی اطلاع داشته باشن از این اختلال رنج میبرن و متاسفانه این تعداد رو به افزایش هم هست. همین ابتدای بحث گفتن این نکته خالی از لطف نیست که یکی از اشتباهات رایج یکسان دونستن این اختلال با خستگی مفرطه. اما باید بگم که خستگی مفرط زمانی رخ میده که ما ممکنه از شدت خستگی زیاد حتی نتونیم بخوابیم، اما پرخوابی اصلا اینجوری نیست و ما دائما احساس خواب‌آلودگی و خستگی میکنیم. همونطور که گفتم به طور معمول 9 الی 7 ساعت خواب شبانه برای یک فرد بالغ خواب خوب تلقی میشه و خوابیدن بیش از 11 تا 12 ساعت نشون دهنده اختلال پرخوابیه. پرخوابی میتونه علتهای متعددی داشته باشه که مهمترین اونها نخوابیدن‌های طولانی مدته. یعنی ممکنه که ما به خاطر نخوابیدن‌های زیاد در طول چند روز برای مدتی خیلی خواب‌آلوده باشیم. در پست‌های بعدی همراهمون باشین تا در مورد دلایل دیگه پرخوابی و عوارض درمانش باهاتون صحبت کنیم.